مراقبت خوب، معالجه بهتر. بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر وحیدالله نوبهاری، متخصص امراض عقلی و عصبی، موظف در شفاخانه اختصاصی عقلی و عصبی ساجدارمان. امروز میخوام در مورد تینایتس یا آوازی که در سر موجود است یا نزد اشخاص افرادی که به وجود میاد، اکثرا مریضای نزد ما مراجعه میکنن و از آوازهای در سر شکایت دارن. کسی به شکل میگه که وزوز یا سوزن چغ زدن در گوش است، کسی به شکل میگه که به شکل دیگ بخار در سر صدا است. اینا اکثرا پیش دکتر صاحبای گوش، پیش دکتر صاحب گوش و گلو میرن، پیش دکتر صاحبای داخله و عقلی و عصبی. میخوایم که امروز در مورد از یک کمی معلومات بر شما ارائه نماییم. تینایتس زیاتر وقت نزد اشخاصی به وجود میاد که در سر ضربه دیده باشند، نزد اشخاصی که اوتایتیس میدیا یا ایر واکس یا التهاب در گوش داشته باشند و یا ضربه هایی که در گردن یا در ناحیه سرویکال خورده باشند و کسایی که فشار بلند دارن و یا کسایی که از غذاهای نمکی استفاده میکنن و یا نزد اشخاصی که استرس دارن، این صداها بسیار پیدا میشه. خود بیشترین عوامل تینایتس یا آوازها در سر اکثرا استرس می باشند. دیگه نزد اشخاص صدا به وجود میاد و سبب ناراحتی و نارامی میشه. بهتری است که این اشخاص افراد در وقتی که در مرحله حاد یا نزد اشخاص صدا در سرشان پیدا میشه، نزد دکتر عقلی و عصبی مراجعه نمایند تا علل یا عوامل این آواز یا تینایتس پیدا شود. پیشتر گفتیم که میتونه که فشار بلند سبب ازی شود. اگر فشار بلند باشه برای مریض تداوی فشار بلند صورت بگیره. اگر در صورتی که استرس سبب تینایتس شده باشه نزد اشخاص افراد، دیگه باید استرس از اینا کنترل شود، تداوی شود که تا از این مشکل اینا رهایی یابند. و یا اگر دیگه عوامل عصبی محیطی باشه او تشخیص شود و کسایی که ضربه سر یا هیتروما دیده باشه نزد اشخاص باید معاینه فیزیکی و معاینه رادیولوژی انجام شود تا علل و عوامل از دیده شود و پاییده شود و پیدا شود تا این اشخاص افراد به شکل درست و به وقت موقع تداوی شود. و زیادترین که نزد اشخاصی که ما موجود بوده تینایتس، همون کسانی که اضطرابات شدید و انزایتی بسیار شدید دارن، نزد اشخاص تینایتس زیاد موجود می باشه. در پالی از این کسانی که از سیگریت، نوشابه گازدار استفاده میکنن و یا از کافین زیاد استفاده میکنن هم میتونه که تینایتس نزد اشخاص افراد به وجود بیاید. بنابراین نزد اشخاصی که صداها در سرشان و یا آوازهای مختلف که در سرشان به وجود میاد، بهتر است که نزد دکتر عقلی و عصبی مراجعه نموده تا علت و عامل از تشخیص و تداوی به موقع صورت بگیرد. از توجهتان یک جهان سپاس. خوش و خرم باشید.